برنامه رو پی میگیریم. مقامات روسیه سیاست و قانونها رو در مورد مهاجران کاری در آن کشور تغییر میدهند. جزئیات نوآوری اخیر هنوز نشر نشده، اما کارشناسان باور دارند که شرایط کارگران خارجی در روسیه سخت‌تر خواهد شد. همکاری ما میرزانبی خالقزاد پیش از برنامه با چند نفر در این باره صحبت داشت و خلاصه‌اش را از او میپرسیم که گپ درباره چی است. میرزانبی؟ سلام زرنگیز، درود بینندگان گرامی. مسئله مهاجران کاری در روسیه روز 19 اکتبر امسال در جلسه شورای امنیت آن کشور بررسی شد و سر و صداهای زیادی را به میان آورد. نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه در آن جلسه گفته است که تا پایان همین سال قانونگذاری را درباره مهاجرت دیگر میکنند و سببش را آمدن 5 میلیون نفر از اوکراین نامیده است. البته بیانیه مقامدار بلندپایه روسیه و عزم تغییر سیاست مهاجرت باعث تخمین زنی‌های گوناگون میان مهاجران و مدافعان حقوق بشر گردید. جلسه شورای امنیت روسیه در پی سخنرانی تنقیدی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست آستانه و حادثه خونین ولایت بلگراد که ده‌ها نفر ضمن تمرین نظامی کشته و زخمی شدند برگزار گردیده است. خب همانطوری که قبل از برنامه گفتیم شما با چند کارشناس در این باره صحبت داشتید. آیا معلوم شد که تغییرات به چی ربط دارد؟ بله، بعضی صحبت ها انجام داده شد. از جمله پروفسور سرگئی اباشین در صحبت به ما گفت که اصلاحات حاضره نتیجه کار سالهای گذشته است. یعنی به باور او سال 2016 تنظیم ساحه مهاجرت از خدمات فدرالی مهاجرت به وزارت کارهای داخلی روسیه گذشت و تهیه قانونگذاری نو هم به میان آمد. به قول او پیشنویس قانون درباره مهاجرت سال گذشته از طرف وزارت کارهای داخلی و دستگاه اجرایی پرزیدنت روسیه آماده شده بود. طرح مذکور پیشنهاد می‌کند که شهروندان خارجی برای اقامت در روسیه باید سند یگانه را با ابزار الکترونیکی دریافت کنند که آن به مدت 10 سال داده می شود. دریافت این سند تنها پس از سپردن ایز انگشت و گرفتن عکس امکان پذیر می شود. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران تاجیک میگوید در صورت قبول شدن این قانون مهاجران امکانات تغییر جای اقامت را از دست میدهند چون وابسته کار فرمایان می شوند. با وجود آن همصحبتان رادیو آزادی میگن تا قبول شدن قانون در پارلمان از چگونگی قانونگذاری نوی مهاجرت روسیه صحبت کردن دشوار است. تشکر. اگر واقعا روسیه قانون و سیاستش را در مورد مهاجران کاری دیگر کند، تاثیرش به کارجویان تاجیک چی خواهد بود؟ ببینید، سرگئی اباشین که ما پیش از برنامه با او صحبت داشتیم باور دارد که تاثیر قانون نو به مهاجران از مقام و وضعیت آنها وابستگی دارد. و میگوید بخشی از مهاجران چنین شرایط سخت را تحمل میکنند و به کار در روسیه آمادگی هستند. از طرف دیگر او باور دارد کارجویان در حال پیدا کردن راههای رفتن به اروپا، امریکا، کره جنوبی و کشورهای خلیج فارس می باشند. خودتون میدانید که مهاجرت کاری از جمله تاجیکستان یکی از منبع‌های اساسی درآمد بیشتر خانواده ها است. طبق آمار بانک مرکزی روسیه همین سال گذشته مهاجران از این کشور به تاجیکستان تقریبا 1 میلیارد و 800 میلیون دلار فرستادند. روسیه میگه 2 میلیون اهالی تاجیکستان در آنجا کار و زندگی دارند، هرچند طرف تاجیکستان این رقم را بیشتر از 600 هزار نفر میداند. این است مسئله. بله، تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره تغییرات احتمالی در قانون و قاعده‌های قبول مهاجران در روسیه صحبت میکرد.